میفهمین آمد ظاهر برش یک حوال آمد. حوال آمد به نام پوری بنایی، خانم پوری بنایی. بله. یک آرتیست فیلم ایران بود. آمد ظاهر برای یک ماه میمان کرد در خانه خود. ما پروگرام ما خلاص شد، ما حرکت کردیم. آمد ظاهر گفت که کاش که تو هم باشی. گفتیم ما گفتم خب مرا نگفتن دیگه، من میرم دیگه کابل. دفعه اینجا مرا برای یک ماه گفت. ما پرواز کرد، طیاره حرکت کردیم رفتیم. آمد ظاهر یک ماه دیگه ایران بود. خانم پوری بنایی نگاه کرده بود در خانه خود، برشا پروگرام داشتن، کل هنرمندا رو جمع میکرد. آمد ظاهر میشه. من اونجا دیگه خواندنایش هم نمیفهم که چی بود، چی رقم میخوان. وقتی که پس در کابل آمد، من رفیقم بود، پرسان کردم گفتم چطور؟ گفت چیزی بسیار خوبی بود، شبای بسیار خوبی رو داشتیم، کل هنرمندا جمع شده بود، کلگی بودن، هر شب گفت موسیقی داشتیم. گفتم بسیار پذیرایی خوبی کردن. میفهمین آمد ظاهر برش یک حوال آمد. حوال آمد به نام پوری بنایی، خانم پوری بنایی. بله. یک آرتیست فیلم ایران بود. آمد ظاهر برای یک ماه میمان کرد در خانه خود. ما پروگرام ما خلاص شد، ما حرکت کردیم. آمد ظاهر گفت که کاش که تو هم باشی. گفتیم ما گفتم خب مرا نگفتن دیگه، من میرم دیگه کابل. دفعه اینجا مرا برای یک ماه گفت. ما پرواز کرد، طیاره حرکت کردیم رفتیم. آمد ظاهر یک ماه دیگه ایران بود. خانم پوری بنایی نگاه کرده بود در خانه خود، برشا پروگرام داشتن، کل هنرمندا رو جمع میکرد. آمد ظاهر میشه. من اونجا دیگه خواندنایش هم نمیفهم که چی بود، چی رقم میخوان. وقتی که پس در کابل آمد، من رفیقم بود، پرسان کردم گفتم چطور؟ گفت چیزی بسیار خوبی بود، شبای بسیار خوبی رو داشتیم، کل هنرمندا جمع شده بود، کلگی بودن، هر شب گفت موسیقی داشتیم. گفتم بسیار پذیرایی خوبی کردن.